ریاست گروه داخلی شهر دوشنبه خبر داد که در پایتخت تاجیکستان برای اشکار ساختن حالتهای استفاده غیر قانونی نیروی برق گروه کوری تأسیس داده شده و الکی در چندین روز اول فعالیت این گروه سه حالت به حساب کنک استفاده بردن نیروی برق از جانب شهروندان اشکار کرده شد. چنانچه شهروند رحمان و برینسا سال تولدش 1972 استقامت کننده شهر دوشنبه برخلاف قاعده های استفاده بری قوه برق عمل نموده چند وقت باز در دکان تیزتیار بدون حساب کنک نیروی برق به منفعت خود استفاده می برده است. این چنین ضمن سنجش از جانب گروه کوری معین کرده شد که شهروندان حلیموف دودربک سال تولدش 1964 استقامت کننده شهر دوشنبه، محله سبزیکار و شهروند زویدوف خال محمد سال تولدش 1960 استقامت کننده شهر دوشنبه نیز در منزل‌های استقامتیشان به حساب کنک از نیروی برق استفاده برده با این عمل خود طلبات قانونگذاری را دغلانه ویران کردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به این سه نفر طبق طلبات ماده 382 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده با مقصد اندیشیدن چاره‌های تاثیررسانی قانونی به مقامات وکالتدار دولتی ارسال کرده شدند. ملیس دوشنبه میگوید مسئوله با آمدن فصل سرما طلبات به استفاده نیروی برق افزایش یافته بعضی از شهروندان در خانه و کارگاه خود به استفاده غیر مقصدناک و بیرون از حساب کنک‌های برقی دست میزنند. این سه نفر قانون شکن محض در جریان همین ریدها به دست افتادند. ملیس پایتخت از کل شهروندان خواسته است که از نیروی برق صرفه‌کارانه استفاده نموده با سر وقت پرداخت نمودن مبلغ استفاده عام و پیشگیری حالت‌های بیرون از حساب کنک استفاده بری نیروی برق در تامین استقلالیت انرژتیکی کشور سهم خود را گذارند.